سلام. امروز میخوایم با هم یه سفری بکنیم به دنیای صدا و سکوت و ببینیم این دوتا عنصر چطوری داستانهای ما رو شکل میدن و به زندگیمون معنا میبخشن. بذارید با این ایده خیلی قوی شروع کنیم. ما معمولاً فکر میکنیم سکوت یعنی هیچی، یعنی یه جای خالی. ولی اگه اینطور نباشه چی؟ اگه سکوت خودش یه چیزی باشه، یه حضور پر از معنی. خب تو این دنیای شلوغ و پر سر و صدایی که توش زندگی میکنیم، پیدا کردن اینجور معنایی اصلاً کار راحتی نیست. تو این بخش میخوایم دقیقاً ببینیم چرا اتفاقاً همین لحظای آروم و بی صدا همون جاییه که ما واقعاً شروع میکنیم به شنیدن، به فهمیدن. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که میتونیم چیزهایی رو بشنویم که کلمه‌ها از پس بیانش بر نمیان. جایی که فکرهامون عمیق‌تر میشن و درک و فهم تازه شروع میکنه به جوونه زدن. سکوت به ما این فضا رو میده که فکر کنیم، رویا پردازی کنیم و میدونید گره‌های زندگی خودمون رو یکی یکی باز کنیم. خیلی خوب. تا اینجا از فلسفه سکوت گفتیم. حالا بیایم بریم سراغ بخش عملی ماجرا. چطور یه صدای قدرتمند و تاثیرگذار خلق کنیم؟ میدونید خیلی از ماها مخصوصا اوایل کار تو این تله میافتیم که میگیم ای بابا ولش کن، بعدن تو ادیت درستش میکنم. ولی حرفه‌ای‌ها یه چیزی رو خوب میدونن. صدای عالی توی کامپیوتر ساخته نمیشه. از همون اول با یه ضبط با کیفیت شروع میشه. این 4 تا مرحله در واقع نقشه راه حرفه‌ای است برای اینکه به یه صدای تمیز و گیرا برسن. ببینید اول از همه میان نویزای اضافه رو حذف میکنن، بعد با کمپرسور مطمئن میشن که هیچ جای صدا یهو خیلی بلند یا خیلی آروم نیست، همه چیز یک دسته. مرحله بعد با اکولایزر به صدا وضوح میدن و فرکانس‌های تیز و گوشخراش رو میگیرن. و آخر سر هم بلندی صدا رو تا جایی که بشه بدون اینکه کیفیت خراب بشه میبرن بالا. خب تا اینجا یاد گرفتیم چطور صدامون رو بسازیم و پالیش کنیم. ولی تکلیف اون لحظه هایی که اصلاً صدایی نیست چی میشه؟ نکته کلیدی دقیقاً همینه. استادی توی کار با صدا فقط به این نیست که چی بهش اضافه میکنی. به این هم هست که چی رو ازش حذف میکنی یا کجاها سکوت میکنی. خب بیایید یکم عمیق‌تر شیم. ببینیم چطور یه سکوت حساب شده، یه مکس میتونه تبدیل بشه به یکی از قوی‌ترین ابزارهای ما برای برقراری ارتباط. اینجوری بهش فکر کنید. مکس توی حرف زدن فقط نبود کلمه نیست، انگار یه نوت سکوته که به کل حرفای شما ریتم و معنی میده. دقیقاً مثل موسیقی که اونجاهایی که نوتی نواخته نمیشه به اندازه خود نوت‌ها مهمه و قطعه رو زیبا میکنه. ببینید مکس کردن الکی نیست. هر مکسی یه هدفی پشتشه. گاهی وقتا مکس میکنیم تا یه جمله سنگین فرصت داشته باشه روی شنونده اثر بذاره. گاهی هم برای اینکه یه حس تعلیق ایجاد کنیم. در واقع این سکوت‌ها هستن که به کلمه‌های ما قدرت میبخشن. و حالا میرسیم به بخش واقعا جالب ماجرا. اینکه چطور این تکنیک‌ها، یعنی این ترکیب دقیق صدا و سکوت، میتونه یه ارتباط انسانی عمیق بسازه. برای مثال به داستان پرنیا گوش کنید. یه پادکست انگیزشی که هوشمندانه از صدا و مکس استفاده کرده، تونسته بهش کمک کنه تا از یه اضطراب فلج کننده خلاص بشه. یا شاهروخ که یه ورزشکار ملیه، برای اون همین پادکست مثل یه طناب نجات بوده که کمکش کرده از افت عملکردش بیاد بیرون. و برای شنونده‌ای مثل رضا این صدا تبدیل میشه به یه همدم، یه همراه توی سخت‌ترین طوفان‌های زندگی. صدایی که بهش میگه تو تنها نیستی. اما این قدرت وصل شدن به آدم‌ها فقط محدود به پادکست‌های انگیزشی نیست. از همین ابزار میشه برای انتقال عمیق‌ترین ایده‌ها و مفاهیم هم استفاده کرد. مثلا مرتضی آوینی، فیلمساز برجسته ایرانی، عمیقاً به این باور داشت که چطور گفتن یک داستان از خود داستان و پیامش جدا نیست. اون از مستندهاش استفاده می‌کرد تا مفاهیم خیلی انتزاعی و معنوی رو به تجربه‌های ملموس و سینمایی تبدیل کنه. این نقشه مفهومی فوق‌العاده است و روش کار آوینی رو عالی نشون میده. ببینید چطور یه مفهوم انتزاعی مثل حکمت رو گذاشته مرکز نقشه و بعد با استفاده از تصویر و روایت اون رو به چیزهای ملموس‌تری مثل صبر و ایمان وصل کرده. آوینی دقیقاً اینجوری ایده‌های بزرگ رو به یه داستان بصری و احساسی تبدیل می‌کرد. پس ببینید کار آوینی فقط روایت داستان‌های جنگ نبود. اون داشت از لنز جنگ استفاده می‌کرد تا یه خرد جاودانه یا همون حکمت رو بکشه بیرون و نشون بده.
هنر بزرگ آوینی این بود که کاری میکرد مخاطب مفاهیمی مثل ایمان و فداکاری رو فقط با مغزش درک نکنه، بلکه با تمام وجودش احساس کنه. اون نامرئی ها رو مرئی میکرد. خب به آخرش رسیدیم. شما صداتون رو ساختید و یاد گرفتید چطور ازش استفاده کنید. حالا سوال اینه، از سکوتتون چطور استفاده خواهید کرد؟ یادتون باشه صداهایی که ما میسازیم دنیای بیرون رو شکل میدن، اما این سکوت‌های ماست که به دنیای درونمون عمق میده و هر دوی اینها قدرت این رو دارن که معنا خلق کنن و زندگی‌ها رو تغییر بدن.